بعد از حضور یک دروازه‌بان جوان ساکن هلند در اردوی تیم امید ایران، برخی رسانه‌های داخل ایران از حضور یک دورگه جدید در تیم امید خبر دادند. همین موضوع بهانه‌ای شد تا به هنگام مسابقه به سراغ این دروازه‌بان برویم و نظر خودش را در این مورد جویا شویم. آریا هاشمی مقدم، شما در اردوی تیم امید در هلند شرکت کردی. میخوام حسی که اونجا داشتی و بر ما بیشتر توضیح بدی. حس خوب واقعیش نمیتونم بگم، چون که حس انقدر خوبه واسه کشور خودت داری بازی میکنی و پرچم رو قلبته، یعنی خیلی حس خوبیه. یه حسی نیست که بتونی به همه تعریف کنی، یه حسی بعد که تجربه کنی. جو اردو چطور بود با بچه‌ها در تیم امید؟ جوش خیلی خوب بود، همشون پسرای خوبی هستن، همشون معلوم بود فوتبالیستن، هدف دارن و میخوان به اون هدف هم برسن. خیلی خوب بود، جوم کلا خیلی خوب بود. تونستی باشون ارتباط خوبی برقرار کنی؟ بله، خیلی هم زیاد، دوست خوبم پیدا کردم و خیلی خوشحالم. میگفتن که شما دورگه هستی، یعنی ایرانی هلندی ها، خودت توضیح میدی؟ خب من فارسی بلد نیستم بخونم، شاید مشکل این باشه، ولی نه، یعنی دورگی هم باشم یعنی نصفم شیرازیه نصفم تهرانیه. نه مادرم شیرازی هستش، منم تهرانی هستم، خودم هم تو تهران به دنیا اومدم، پدرم تهرانی هستش. و خب پدرت هم که آقای هاشمی مقدم بازیکن تیم ملی استقلال بود. درسته، تیم ملی هم بازی میکرد، استقلال بود چند سال. در مورد این مسابقه امروز توضیح میدی که در چه نیفویی هست، در چه لولی از فوتبال هلند هست و چطور بود؟ امروز این تیم که باشون بازی کردیم، تیم خودمون هم لیگ 1 آماتور هلند بازی میکنه، یکی از بالاترین لیگاست توی آماتور، ولی امروز هم یه بازی سختی داشتیم، خیلی بازی مشکلی بود و یکیچ عقب افتادیم، حیف، ولی خب 2-1 تونستیم بازی رو ببریم، خدا رو شکر خیلی خوب بود. و خب سوال آخرم دوباره در مورد تیم امید، آیا دوست داری بازم به تیم امید ایران دعوت بشی؟ بله، هدفم اینه که برم و بمونم دیگه. خیلی خوشحال میشم اگه بتونم دوباره برم. برات آرزوی موفقیت داریم و امیدواریم تو رو در لباس تیم ملی ببینیم. مرسی. باشم یه تشکر به همه بچهای تیم، به آقا خاکپور، آقا سعید عزیزیان و همه دکترها، همه که اونجا بودن، خیلی کمکم کردن و خیلی یاد گرفتم با این تشکر. مرسی.